پرودیوسر کسینیا سابچاک راوی تلویزیونی داشت و یکی از چهره‌های خبرساز در سیاست و شو بیزنس روسیه میگوید حرف‌های او در مراسم تقدیم جایزه شخصیت سال در نسبت تاجیکیان هیچ جای تحقیر نداشت. تبریز شهیدی پرودیوسر کسینیا سابچاک و پسر آهنگساز شناخته تاجیکستان طالب شهیدی در یک مکاتبه با رادیو آزادی روز 15 سپتامبر گفت سابچاک با این حرفش هیچ منظور نداشت، زیرا بمب‌ها در هر کجای هستند، چی در ازبکستان، تاجیکستان، مولداوا و یا اوکراین، افزود او. کسینیا سابچاک راوی تلویزیونی داشت و یکی از چهره‌های خبرساز در سیاست و شو بیزنس روسیه روز 13 سپتامبر هنگام سپردن جایزه شخصیت سال در تالار بارویخ لکشری ویلیج در آغاز این معرکه زمانی که با راوی دیگر ایوان اورگاند سخن پراکنی میکرد با او گفت افتد به مثل بمب از تاجیکستان است. این قافیه سازی سابچاک کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله تاجیکستان را که معمولاً به این گونه مقایسه‌ها حساسیت دارند شدیداً ناراحت کرد. بعضی از کاربران تاجیک شبکه اجتماعی فیسبوک با اظهار نارضایتی شدید از گفته‌های سابچاک طلب کردند که او از مردم تاجیکستان طریق تلویزیون عذر پرسد. خود کسینیا سابچاک در عین زمان حاضر نشد این موضوع را شرح بدهد. ارتق قادر هنرمندی معروف تاجیک از تئاتر دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت اصلا واکنش ما چیکار نشان میدیم؟ ما واکنشمون باید نشان دهیم که در حقیقت وارثای یک تمدن و یک فرهنگ عالمگیر بودن خودمون باید اصلا ثابت کنیم. در دوره شوروی از تمام ملت‌های آسیای مرکزی از همه ملت با آبرو و اعتبار در اصلاح تجربه آموزی رفتیم، تجربه آموزی پرکتیک رفتیم یک ماه در گیت استودنت. بعد این جنبه شد همون یک ماه هم تجربه آموزی ما وقتی گیت استودنت Честно бахо که از самый талантливый и красивый народ с богатой историей, древнейшей историей. این خیلی میگفتن. ارتقی قادر افزود از سوی دیگر مهاجران و هر تاجیک دیگر در خارج نباید برای پس زدن و مسخره شدن ملت تاجیک دلیل بدهد. اونها برای اونها یگان بهانه پیدا نکنیم، خودمون یگان بهانه پیش نکنیم که ما همیشه بمب و چربن و همیشه گپا گویم. ابراز داشت این هنرمند. شهروندان تاجیکستان از زمان به این گونه مقایسه ها حساسیت پیدا کردند که تلویزیون TNT روسیه طرح عمده را با نام نشر رشه به راه ماند. قهرمانان اساسی این برنامه دو مهاجر ساده خنده آور ظاهرا از تاجیکستان بودند. روشن و جمشید دو قهرمان اساسی نشر رشه باعث ناراحتی اکثر تاجیکان در خود تاجیکستان و بیرون از آن شد. باید ذکر کرد که سالهای اخیر تحقیر مهاجران یا شهروندان تاجیکستان در مطبوعات روسیه به مراتب کم شده است، اما بیانیه‌های بیرویانه مثل حرف‌های اخیر کسینیا سابچاک زخم‌های سالهای پیش آن را دوباره اوریان می‌کند.